دوستان حدود 10 روز بعد از جراحی فول فیس لیفت دیپلین صورت گردن، لیفت آندوسکوپی ابرو و رینوپلاستی هستش. نتیجه کار رو میبینید، مخصوصا در نمای نیمرو گردن رو میبینید که زاویه فکی به چقدر زیبایی ایجاد شده. خط بخیه‌شون بسیار ظریف هستش و این بعد از 6 ماه به زحمت دیده خواهد شد. لیفت آندوسکوپیشون همینطور از با بخیه داخل موها انجام شده که به هیچ وجه دیده نمیشه و بینیشون که با گذشت حدود 10 روز از عملشون میبینید که همچنان البته ورم دارن ولی خب فرم کلیش مشخص هست. وضعیت تنفسیتون چطوره؟ از روز اول خوب بود. بلافاصله بعد از عمل تنفستون عالی بود. بسیار. تامپون هم که من نذاشته بودم. تامپون نمیذارم برای بینی‌ها که راحت نفس بکشه. بسیار. مبارکتون باشه.